یگانه یگانگی. با احترام سرور کشور جناب عالی امام علی رحمان، سالیانی که شل از دخمسه بود، تاجیکستان همه در وسوسه بود. سرنوشتی تو حدیثی میهن، سرگذشتی تو پر از حادثه بود. جنگ بنشست میان مردم، جنگ بشکست میان مردم. دیگر از خرخشه می جست فغان، سود می جست زیان مردم. جنگ تاجیک با تاجیک دریغ، می زد آتش به بد و نیک دریغ. در نظر بود قیامت قایم، روزی روشن شب تاریک دریغ. بوی خون داشت همه سر به سری، جوی خون داشت همه در بدری. یک تو با مردم بیچاره خیش، می نمودی با علم بر ببری. کوچ در کوچ رهانداز آمد، یک تو بودی گروی باز آمد. با سری سختی گروگانی خیش، یک تو بودی گروی ساز آمد. مرز در مرز میانی دو طرف، بود یک جان خداییت به کف. بود 100 میلی مسلسل سویت، بود پیشانی بازی تو هدف. گرچه مهرت به جهان می ارزید، کینت او به نهان می ورزید. تا سلامت به وطن آمدنت، یک دوشنبه دل ما می لرزید.